ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 44. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. هشتم کلمه هایی که از اسم و صفت با پسوند خردی و نوازش اک شکل گرفتند: کنیزک، روشنک، سوسنک، مهرک و غیره. کنیزک بودش چار چون آفتاب، کسی روی ایشان ندیده به خواب. کلمه های ساخته ای که از اسم و اساس های فعل زمان حاضره و گذشته با پسوند گار ساخته شدند: ستمگار، کامگار، ترسگار، آموزگار، پروردگار، ناسازگار و غیره. از آن گریه و زاری شهریار، شدند آن همه لشکرش ترسگار. چونین است خود مردمی روزگار، نگیرد همی پند آموزگار. سیوم کلمه هایی که از اسم با پسوندی ور ساخته شدند: دینور، آزور و غیره. هر آن دینور کو نه بر دین بود، ز یزدان و از منش نفرین بود. سی و یکم کلمه هایی که از اسم با پسوند مند، اومند ساخته شدند: ارجمند، یارمند، کیشتمند، پندمند، فرهمند، خردمند، هنرمند، برومند یعنی باربر، حاصلده، تنومند، دانشومند و غیره. گریدون که یزدان بود یارمند، نگردد بیباییست چرخی بلند.
32 کلمه های افاده کننده کسب و کار که از اسم و اساسهای فعلی با پسوندیگر ساخته شدند: کفشگر، فسونگر، چاره‌گر، خواهشگر، توانگر، پوزشگر، خورشگر یعنی آشپز و غیره. توانگر بود هر که خوشنود گشت، دلی آزبر خانه دود گشت. سیوم کلمه هایی که با پسوندی ناک ساخته شدند: سوگناک، تابناک، حولناک و غیره. به پرده درون شد خوری تابناک، ز جوشی سواران و از گردی خاک. چهارم اسم هایی که از صفت با افزودن پسوندی ا ساخته شدند: سبزه، سپیده. سپیده چو از کوه سر بردمید، شدان دامنی تیره شب ناپدید. پنجم کلمه هایی که از صفت با افزودن پسوندی ای دی ساخته شدند: زیبایی، سپیدی، کاهلی، تلخی، تنگی، تیزی، تیرگی، فزونی و غیره. سپیدی مویش بیزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی. ساخته ای که از ظرف با افزودن پسوندی ای ساخته شدند: بکوشد مگر دل بپیچاندم، به پیشی لشکر بترساندم. هفتم کلمه هایی که از مصدر و اسم مصدر با پسوندهای گه، گاه، کده ساخته شدند: نشستنگه، رامشگه، پرستشکده. پرستشکده گشت از ایشان بهشت، ببست اندرو دیو را زرد و هیشت. هشتم کلمه هایی که از شماره و اسم ساخته شدند: سیمرغ، چارپای، مرو را ز دوشیدنی چارپای، ز هر 1000 آمدندی بجای. 39 کلمه هایی که از ظرف و پسوندی مکانسازی گاه ساخته شدند: پیشگاه، زیرگاه. همان میزبان را یکی زیرگاه،
نهادند و بین شست نزدیکی شاه. چیلم کلمه هایی که از دو اسم و پسوند ساخته شده‌اند. کنیزک بیبرد آب دستان و تشت، ز دیداری مهمان همی خیره گشت. کلمه آب دستان از اسمهای آب و دست با افزودن پسوند آن ساخته شده است و معنای آفتابه را دارد. این کلمه در شکل آب دسته و آب دستی در بعضی لهجه های زبان تاجیکی امروز استفاده می شود. چلو یکم کلمه هایی که با یاری پسوندی آنی ساخته شدند: زندگانی، کاویانی، خسروانی و غیره. فروهیشت زو سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. چلو دوم کلمه های مرکبی پسونددار که از شماره، اسم و پسوندی ا ساخته شده اند: 10 ساله، 2 روزه، 2 نژاده، 5 مرده، 1 تنه و غیره. 2 روزه به 1 روز بگذاشتی، شب تیره را روز پنداشتی. چلو سیوم کلمه هایی که از اسم، صفت و ظرف به واسطه پسوندی این ساخته شده‌اند: غمین، زرین، سیمین، آهنین، کشکین، چوبین، راستین، پسین، چندین و غیره. همه مهتران خواندند آفرین، بران نامور مهتری راستین. چلو چهارم کلمه هایی که از اسم، صفت و ظرف به واسطه پسوندی اینه ساخته شده‌اند: آهنینه، پلنگینه، پشمینه، زرینه، سیمینه، دیرینه، ترینه و غیره.
سری تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. چهل و پنجم کلمه هایی که از اسم و صفت با پیشوندی نا ساخته شدند: ناچیز، ناخوب، ناخوش و غیره. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. چهل و ششم کلمه های مرکبه که از اسم و صفت و صفت و اسم با پیشوندی نا ساخته شدند: ناتندرست، ناجوانمرد، ناشادکام و غیره. که توران شهان ناجوانمرد مرد، نگه کن که بر شاهی ایران چی کرد. چهل و هفتم کلمه هایی که از اسم، اساسهای فعلی و دیگر حصه های نطق با پیشوندی هم ساخته شدند: هم گروه، هم داستان، هم سایه، هم پشت، هم آورد، هم تاب و غیره. هم آورد این نره شیران منم، خریداری جنگی دلیران منم. چهل و هشتم چنان که گفتیم در شاهنامه کلمه و ترکیب‌های عربی دایره استفاده حد اقل دارند و بیشتری آنها از زبان خود عرب ها گفته شده اند: بیت الحرام، ذوالأکتاف، فم الاسد، الله اکبر، علیک السلام. عربی ذوالأکتاف کردش لقب، چو از مهره بگشاد کتف عرب. ذوالأکتاف لقب شاه ساسانی شاپوری ارمزد است که به سرزمین عربها تاخت و تاز می کرد و عربها او را بنابر شانه پهن داشتنش ذوالأکتاف یعنی صاحب کتفها نام دادند. همچنین ترکیب عربی لاجرم که در شاهنامه در 5 یا 6 جای استفاده شده است، در عربی به معنی جرمی نکرد، گناهی ندارد می باشد، ولی فردوسی و شاعران و نویسندگان بعدی از جمله سعدی به او پیروی کرده آن را به معنی ناچار از این رو از این جهت به کار بردند. کنون لاجرم کردگاری سپیر، ز توس و ز لشکر ببرید مهر. حاصل سخن این است که فردوسی با تألیف شاهنامه در امر بقای و پایداری زبان تاجیکی
فارسی دری خدمتی با سزا و ماندگار انجام داده است. نهضت و شکوفایی زبان تاجیکی در آخر عهد سامانی و ابتدای عهد غزنوی با نام فردوسی و شاهنامه بی‌زوال او پیوستگی ناگسستنی دارد. این واقعیت از بیت زیرین خود شاعر به نظر می رسد. ز فردوسی اکنون سخن یادگیر، سخنهای پاکیزه و دلپذیر. دانشمندی معروف ذبیح الله صفا دو دلیل اصلی زیرین توجه سامانیان را به زبان فارسی تاکید کرده است. اول اینکه سامانیان در فکر استقلال ادبی ایرانیان بودند و نظر یعقوب لیث را در این زمینه دنبال می کردند و دویم آنکه سامانیان می کوشیدند درباره آنان همان مرتبت و مقامی را یابد که بغداد در زیر تسلط خلیفه های عباسی دارا بود. زبان تاجیکی در عهد سامانی همچنین در امر بالابرد معرفت دینی و معارف اسلامی سرزمین‌های تابع سامانیان نقش باسزا دارد. گفتیم که با ابتکار امیر سامانی منصور ابن نوح ترجمه تفسیر طبری به انجام رسید و زبان تاجیکی فارسی دری نخستین زبانی بود که به آن قرآن و حدیث‌های نبوی ترجمه شده است. بعداً در این زمینه و پیروی این تفسیر صدها تفسیر و ترجمه های قرآنی به زبان تاجیکی فارسی دری به میان آمدند. تألیف و ترجمه نخستین آثار دینی و مذهبی از جمله از سواد الاعظم با تشویق و ترغیب امیران سامانی انجام پذیرفته است. در این عهد تفسیر ابو علی خوزستانی وفاتش سال 915 هم که به عربی تعریف شده بود به تاجیکی ترجمه گردید. ابو زید بلخی وفاتش سال 933 با نام نظم قرآن تفسیر انشا کرد و ابو علی سینا به چند سوره قرآن شریف از جمله سوره اخلاص، سوره فلق و سوره ناس تفسیری فلسفی نوشت. در این دوره علم حکمت که اینچنین با اصطلاح فلسفه مشهور است رواج و رونق بیشتر پیدا کرد و شرح‌های مهم با آثار فلسفی ارسطو، افلاطون و دیگر فیلسوفان یونان قدیم به میان آمدند.
رشد علم حکمت و شرح نویسی آثار فلسفی این عهد با نام ابو نصر محمود ابن محمد فارابی وفاتش سال 950 علاقمند است. آثار او رساله فی مبادی، آراء الاهل المدینه الفاضله، اغراض ما بعد طبیعه و غیره که به عربی تالیف گردیدند در تشکل افکار فلسفی دانشمندان بعد او سهم مناسب گذاشتند. ابو نصر فارابی همچنین از جمله نخستین دانشمندان شناخته شده است که مطالب فلسفی را در قالب شعر تاجیکی فارسی دری بیان کرده است. نمونه شعر حکیمانه او رباعی زیرین است که رضا قریخان هدایت در مجمع الفصحا به قلم او نسبت داده است. اسرار وجود خامی ناپخته بیماند، وان گوهری بس شریف ناسفته بیماند. هر کس به دلیل عقل چیزی گفتند، آن نکته که اصل بود ناگفته بیماند. ولی رشد من بعده علم حکمت از جمله تعریف اثری نسبتاً مکمل تاجیک فارسی در این زمینه با نام ابو علی سینا مربوط است. شما گفتار 44 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.